و همون خاطر عزیزای دلی من باز مراجعت من همیه که هر خیل سایت‌ها دا پیوست نشیم، هر خیل انسان‌ها دا باور نکنیم، هر خیل انسان‌ها را امر معروفاش گوش نکنیم. ما دا بسای حاجی میرزا داریم، ایشون نوریدین داریم، داملا عبدالرحیم داریم، اینقدر واعظای حق رسان داریم، برای ما همیا کفایت کننده هستن. ما دیگه به هیچ کس بگیم احتیاج نداریم. فریب هر کس هم عزیزای دل من نخرین. الحمدلله رب العالمین این تاجیکستان ما و شما بسیار داملاهای دارن که گوش کن، اینه جنت، اینه دوزخ، اینا مطرح کنکریت نمیگم جد کی جوای. یک آدم شش هفت باشه قانون کنه و نصف در 70 80 عمره و یک روز سیلندر حق نکنه، این چی مذهب دین است؟ ارواح‌ها خفه شدن، این یقین بودم که اون مردم میگن خدا زاده باش، خدا ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم، مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعة یا رسول الله، اسألک الشفاعة یا رسول الله، اسألک الشفاعة یا رسول الله. بعد الله گفت که بعد ای بزرگی خودش نامی پدر و مادر گفت ای مردم، من در بالا خدایم، در خانه‌تون پدر و مادر ای خدا. میکرد میگوز یک بچه که خورد تیاره همراه ما بود دیگه آمد مرا میگه دق آورده بود، آمد پیش من مرا میگه انکل اواریو، من گفتم فاین اواریو، اردو جنتی، من گفتم ولم انگلیش. من خود بچه یک بود، انگلیسی را میاد داشت، اردو را میاد داشت. باز کردم من چی که کجا میری و چطور چرا هست. باز من خواستم که اگه میشه این بچه یک هوشیار است همین مسلمان شوه. برش گفتم که بیتا، گفتم شما چرا گوشت گاو نمیخورین؟ الله خالق آسمان و زمین بر ما شما گوشت خلق کرده که ذبح بکنیم بخوریم. همین قسم مرغ میکشیم، مرغ میخوریم، همین قسم گوسفند میکشیم میگم. این بچه یک به تشویش افتاد. بعد گفت راستی، گفت چرا نمیخوریم؟ رفت پیش پدرش، مادرش پسر بود. بعد گفت که چرا ما گاو نمیخوریم؟ این چی یک بی عقلی نیست؟ اون مادرش آمد برش پدرش برش گفت که گاو که هست مادر از شیر میده، مادرم که از کشته گوشت خورده گفت مادر ماست. پسی بچه آمد بر من گفت که انکل، من گفتم چه؟ گفت که بابوجی نے کہا کہ یہ تو ماں ہے، ماں کی میٹ کوئی نہیں کھاتے، گوشت گوخ کس نمیخورن. من گفتم نرش بخو بابته. گوای چوچه داره گفتم ما نمیکشیم، نگاه میکنیم که چوچه بته شیر بده. پدرش گفتم برو از پدر پرسان که بگال اوخ مادرم است، ولی دیگهش پدرم است که نخورمش، ایده بخورید. یک رفت اونجا بردکه بعد گفت که پیتو من دیگه نر پیش تو که عقیدت خراب میکنه. چطور میکنه چنان میکنه این الله متعال چی میگه؟ اتخذوا گرفتنی مردم کی را؟ احبار خدا و رهبان خدا و راهبای خدا ارباب من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. چرا اینایی کار کردن یا الله؟ میگه یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. یا از این ملای درباری دلار پرست پیسه پرست از این پیروی میکنن، از این پیرای شکم پرست پیروی میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که احبار و رهبان و پیروایشان میخواین که نور الله را با زبانهای خود بند بکنن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره. لکن الله ابا می‌ورزد مگر این که نور خدا چی کنه؟ تکمیل بکنه. در هر عصر برای هر فرعون یک موسی هست، برای هر باطل پرست یک حق پرست هست، در مقابل هر دروغو یک کس راستگو هست، در مقابل هر احبار و رهبان یک عالم ربانی هست که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه.
و در قصه مرگ هم نمی باشه، به خاطر ازی که مرگ چی هست؟ الموت یأتی بغتتا، مرگ ناگهان میه. از این که بعد از مرگ رسوا باشی، شرمنده باشی، اول ملائکه بیای زنجیرها رو در گردنت پرته که ای عالم خبیثه که تو به نام عالم دین مردم عقیده غلط دادی، ای پیر خبیثه که به خاطر نفس خود جوانا را منحرف ساختی، به این خاطر آل دیگه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم. زنجیر بسته میشه، زنجیرهای آتشی در دان از این عالم انداخته میشه و الله متعال برش میگه خذوه، بگیرین اینا را، فغلوه، خوب اینا را در زنجیرها در دست و کمر و پای و گردنش بردین، ثم الجحیم صلوه، بازی رو ببرین در آتش دوزخ پرتین. چرا؟ ای به خاطر با این نام و لقبی که داشت جوانا را بازی میداد، انه کان لا یؤمن بالله العظیم. الله متعال از این حالت انسان حفظ بکنه که الله متعال به انه کان لا یؤمن بالله العظیم. يا كريم